ای کاش این زنهای ملت تاجیک از اسلام با خبر میشدن. ای کاش این زنهای ملت تاجیک از آموختن چیزهای بیهوده، از جنگ کردن با خانواده و با خشتومن و این آن، از این چیزهای بیهوده، ای کاش به آموزش توحید مشغول میشد. قسم به الله ای زنهای ملت تاجیک، اگر شما به توحید چنگ زنید، خرسندی، سعادتمندی، خوشبختی این دنیا و آخرت رو در میابید. هرگز در نزد کسی غلام نمیشوید، نه در نزد شوهر، نه در نزد کشتامن، نه در نزد کدام ناکسی. نجات شما ای ملت تاجیک، ای زنهای ملت تاجیک، سربلندی شما، عزتمندی شما در دانستن توحید است. زیرا که انمین توحید شما را آزاد میکند از تمام غلامی، از تمام سرخمکنی شما را دور میکند. شما همیشه سربلند، آزاد، عزتمند، پاک، همیشه رزق شما را الله میدهد، همیشه دل شما مطمئن و آرام است. مادری که، خواهری که، زنی که توحید را فهمید هرگز به یگان پستی نمی رود، هرگز الله سبحانه و تعالی او را نمی گذارد و هرگز خودکشی هم نمی کند. خودکشی خودش که میلش همراه فرزندش به درون دریا پرتافتنش با این دیگر است، این سخت است، هرگز این کار را نمی کند. بیچاره در این دنیا غلام بودی، اذیت کشیدی، این دنیا جهنم بود، خود را بردی به دریا انداختی، چی شدی؟ چی میری؟ کجا میری؟ باز به جهنم دیگر میری. برای همین عمر رضی الله عنه یک روز در راه دیده ایستادن یک مشرکی رو که به نهایت در زیر آفتاب سوزان کار میکند، خاک سوزان سیب سیاه عذاب دارد، پاهاش کفیده، دستاش کفیده. عمر ابن الخطاب گریه کردند. صحابه گفتند که به خاطر یک مشرک چرا گریه میکرد؟ عمر رضی الله عنه گفتند عامله ناصبه تصلا نارا حامیه. این مشرک در این دنیا عامله و ناصبه است، چقدر مثل یک حیوان عذاب میکشد، زندگی میکند، چقدر دلش وزنین، دلش در حالت عذاب است. روز قیامت باز به جهنم آتش سوزان میداره. من برای میگیریم. بله، یک کسی که از توحید با خبر باشد به حال این زنهای بیچاره گریه میکند، خواه این زنها دین دارد یا ندارد. دین ندارد، به خاطر اون انسان اذیت میکشد، انسان گریه میکند، غم میخورد که بیچاره در این دنیا در کوچه ها است، در عذاب است، در آخرت باز در جهنم است. برای که توحید رو نمیدانند. عزت شما ای ملت تاجیک، مرد و زن، در توحید است. بخصوص زنها، بخصوص زنها، بخصوص عروسها. یک مشکلی تاجیکستان که همین است، عروسها همیشه مشکلی دارند. شاید بهترین زندگی جوان دخترها، بهترین زندگیشون، به زبان روسی بگم یا به زبان فارسی عربی، اضطراب، در حالت اضطراب و تشویش، ناآرامی، استرس. 10 سال 20 سال تا خشتومن وفات کردن در استرس زندگی میکنن. دیگر کار نه. جهاد این زنها به خشتومن جنگ کردن است، جهاد خشتومن به کلین جنگ کردن است. دیگر کار ندارن، دین ندارن، هیچ چیز ندارن. اگر این حرکتشون رو از پگاهی تا بیگاهی، این مبارزه که به هم دیگر میبرن، به جای این به توحید ببرید، قسم به الله اگر راست به سوی جهنم راه رو محکم میکنید و راست به سوی جنت راه رو باز میکنید. اما افسوس شیطان همین است. شیطان همه را در دایره خودش دور میزنه. خواهش میکنم در دایره شیطان دور نزنید. الله مستعان. خدا احتیاط بکنید. این دنیا فقط برای همین جنگ بین زن و شوهر نیست. این دنیا جنگ خشتومن و عروس نیست. این دنیا برای عبادت الله است. قسم به الله، بعض جنگ‌هایی که خشتومن و عروس به همدیگر میکنند، بعض جنگ‌هایی که زن و شوهر به همدیگر 10 سال 20 سال، اگر همین جنگتون رو با همراهی کفار مشرکین میکردید، اگر همین حرکت و تلاش و ترتیش رو به خاطر تطبیق توحید میکردید، قسم به الله در روی این دنیا قدم زده میگشتید، در حالتی که جنت برایتون تیار بود. بسیار خشتومن‌هایی که یا زن‌هایی که با کلینش یا خشمون دامادش جنگ و جدال مشغول است،
اگر اینها به خاطر برای به عوض جنگ و جدال به ذکر مشغول شوند، به آموزش توحید مشغول شوند، به دین مشغول شوند، قسم به الله جنت راهش پیدا میکن. اما افسوس که حرکتشون بیهوده است. الله حفظتان بکنه.